من الان دارم با شما صحبت میکنم. من الان دارم غذا میخورم. من الان دارم با تلفن صحبت میکنم. من الان دارم رانندگی میکنم. میشه حال استمراری. این درس درباره این فعل هایی هستش که همین الانی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم در حال جریان هست. من حسینی پور هستم و اینجا لینگو تیپس هست. بریم ویدیو رو ببینیم. فایل نهم از سری مجموعه گرامرهای 44 فایلی از کتاب‌های تاپ ناچ. این درس اختصاص داره به درس نهم کتاب تاپ ناچ فاندامنتالز بی. همونجور که قبلا گفتیم توی این درس میخوام راجع به حال استمراری صحبت بکنیم. جنبه‌های مختلفش رو میخواییم با هم بحث بکنیم. از صفحه 72 تا 76 این کتاب رو نیاز داریم. 5 باکس درس داریم و 3 تا تمرین. صفحه 72 پایین صفحه تمرین 3 گرامر The present continuous حال استمراری statements جملات خبری. The present continuous حال استمراری expresses بیان می کند actions عملهایی که in progress در حال حاضر در حال انجام هستند. in progress یعنی مستمر now اکنون. چیزایی که الان داره اتفاق میفته رو در حال اتفاق افتادن هست با حال استمراری میسازیم. یه کاربرد دیگه هم داره حال استمراری که آخر این فایل راجع بهش صحبت میکنه. به لحاظ ساختاری چجوری هست؟ use a form of be استفاده کنید از یک شکلی از be منظور am is are and a present participle و یک ing form. present participle همون ing form هست. پس am is are به اضافه ing میشه حال استمراری. قانون سوال ساختن و منفی کردن حال استمراری مثل جملات حال ساده با امایز آر هست. تفاوتی نمی‌کنه. affirmative مثبت، negative منفی. I am یا I'm studying در حال مطالعه هستم. I'm not eating در حال غذا خوردن نیستم. You're shaving دارین شیو میکنید. You're not making lunch در حال غذا درست کردن نیستید. یا you aren't making lunch در مورد aren't هم قبلا گفتیم. She's taking a bath داره حمام میگیره. She's not taking a shower در حال دوش گرفتن نیست. Or she isn't taking a shower. It's raining داره بارون میاد. It's not snowing برف نمیاد در حال باریدن برف نیست. It isn't snowing. We're watching TV. We're not reading. ما داریم تلویزیون تماشا میکنیم در حال خواندن نیستیم. We aren't reading. They're exercising. اونا دارن ورزش میکنن. They're not taking a nap. در حال چرت زدن نیستن. They aren't taking a nap. I am, you are, she is, it is. همینطور he is و we are, they are. امایز آر به اضافه ing form studying, shaving, taking, raining, watching, exercising. برای منفی کردنش am not, are not, is not و امثال. Present participles این ing form ها رو نگاه کنید. wear, wearing فقط ing form اضافه کرده. study, studying فقط ing form اضافه کرده. exercise ای رو برداشته ing form رو اضافه کرده. doing, listening, reading, working, meeting تا اینجا هیچ تغییری نکرد. getting t double شد. راجع به این صحبت خواهیم کرد. موضوع بعدی the present continuous yes no questions. سوال هایی که با جوابشون yes no هست. همون قاعده‌ای که قبلا داشتیم اینجا هم اعمال میشه. Are you eating right now؟ آیا در حال حاضر right now در حال حاضر در مشغول غذا خوردن هستی؟ Yes I am. جواب کوتاهش No I'm not. دقیقا مثل همون بحثایی که قبلا داشتیم. امایز آر اول جمله بعد فاعل بعد ing form. جواب کوتاهش فاعل به اضافه امایز آر برای مثبتش، فاعل به اضافه امایز آر به اضافه not برای منفیش. Is she taking the bus؟ داره به اتوبوس میره. Yes she is. No she's not. یا no she isn't. Is it raining؟ داره بارون میاد. Yes it is. No it's not. No it isn't. Are they walking؟ دارن پیاده میرن. Yes they are. No they're not. No they aren't. خب تا اینجا نکته خیلی جدیدی نداشتیم. فقط یه ing فرم به کل بحثمون اضافه شد.
تمرین 5 صفحه 73 رو انجام بدید. تمرین رو با هم چک میکنیم. Grammar practice. Complete each statement. کامل کنید هر جمله خبری رو. Question سوال رو. Or short answer یا جواب کوتاه رو. With the present continuous با حال استمراری. Use contractions. از مخفف ها هم استفاده کنید. It's snowing now. جمله خبری هست. It is snowing. Snow به اضافه ing is به اضافه ing and I'm wearing a nice warm sweater. داره برف میاد و من پوشیدم یک سوئتر بلوز پشمی گرم خوب. دقت کنید ما در فارسی برای پوشیدن از ماضی نقلی استفاده میکنیم، میگیم پوشیده ام. در انگلیسی به تن داشتن برای مفهوم به تن داشتن یا همون پوشیدن در فارسی غیر رسمی برای مفهوم به تن داشتن از حال استمراری استفاده میکنیم. I am wearing به این معنی نیستش که دارم به تن میکنم، نه، به معنی به تن داشتن هست. دقت بکنید. دارم میپوشم یه چیز دیگه ای میشه که حالا سر یه فرصتی یک جای قطعا راجع به صحبت خواهیم کرد. Is he studying؟ داره درس میخونه. سوال هست. is میاد اول جمله. فاعل به اضافه ing فرم. yes he is جواب کوتاه مثبت. he's reading داره میخونه his textbook کتاب درسی شد. textbook میشه کتاب درسی. is به اضافه reading ing فرم. Dad's not making یا is not making dinner right now. بابا در حال حاضر در حال درست کردن شام نیست. He's working late. او داره کار میکنه. او سر کاره تا دیر وقت. در حال حاضر داره کار میکنه و قراره تا دیر وقت هم کار کنه. At the office در اداره. Jeremy's exercising. Jeremy is exercising. Jeremy داره ورزش میکنه. And Anne's taking a shower. و Anne داره دوش میگیره. نکته خاصی نداره. The children aren't watching TV. بچه ها مشغول تماشای تلویزیون نیستن. children جمع هست پس از are استفاده میکنیم. ناتو بهش اضافه کردیم. ing فرم اونم هست. They're listening to music. دارن به موزیک گوش میکنن. They are listening to music. حرف اضافه listening to هست. Is it raining this morning؟ آیا امروز صبح داره باران میباره؟ Is it is به اضافه یه فاعل به اضافه ing فرم به خاطر اینکه سوال بود. No, it's cloudy and windy. نه، هوا ابری هست و باد داره میاد. But it is not raining یا it is not. ولی باران نمیاد. در حال باریدن باران نیستش. It isn't یا it is not raining. حالا اینجا raining رو ننوشته. در هر دو حالتش درست هست که تکرار کردن این کلمه یا ing فرم raining خیلی اینجا ضروری نیست. Are they meeting in the office right now؟ آیا در حال حاضر مشغول جلسه هستن در اداره؟ جلسه دارن در اداره. Are به اضافه they فاعل به اضافه ing فرم. Yes they are جواب کوتاه. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. صفحه 74 بالای صفحه. Grammar, the present continuous information questions. حال استمراری سوال هایی که اطلاعات دارن، یعنی بله نخیر نیستن، یعنی با WH شروع میشن. دقیقا همون قاعده‌ای که قبلا داشتیم. What is she wearing؟ چی به تن داره؟ در مورد wearing گفتم. A long black skirt.
یک دامن مشکی بلند. خب چجوری میسازیم؟ WH word به اضافه am is are به اضافه فاعل به اضافه ing form. Where is he driving؟ داره با ماشین کجا میره؟ to work به محل کار. به همین ترتیب که بالا توضیح دادم سوالش رو ساخته. What are you doing؟ چه کار داری میکنی؟ What are you به خاطر اینکه فعل you are هست به اضافه ing form. We're checking email. داریم چک میل میکنیم. are به اضافه ing form. Where are they going؟ کجا دارن میرن؟ به همون صورت بالا. They are going to the movies. دارن میرن سینما در انگلیسی آمریکایی. The movies به معنی سینما هست. But اما note the different word order. توجه کنید به ترتیب کلمات متفاوت. When who is the subject وقتی که who فاعل باشد. خب اینجا نکته مهمی داریم. Who is working؟ Ben. چه کسی داره کار میکنه؟ Ben. خب داستان چه اتفاقی میفته؟ موقعی که who از فاعل میپرسه شما ساختار جملتون اینجوری میشه. who به اضافه am is are به اضافه ing form. هیچ چیز دیگه ای نیاز ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه فاعلی وجود نداره که بذارینش اینجا و سوال رو اونجوری بسازید. این ساختار عجیبی نیست، تعجب نکنید. به سایت unibis.com مراجعه کنید و تمامی محصولاتی که من تا امروز آماده کردم دانلود بکنید. این محصولات برای 0 تا 100 یادگیری زبان طراحی شده، به زبان بسیار ساده با فایل‌های صوتی، تصویری و PDF آماده شده، قابل دسترس هست. مطمئنم که فصل جدیدی در باب یادگیری زبان رو با کار کردن روی محصولات من تجربه خواهید کرد و تضمین می‌کنم که اگر با دقت محصولات رو کار بکنید دیگه در زبان در برابر شما اباحتی نخواهد داشت. خب اینجا هم تمرین نداریم. بریم سراغ موضوع بعدی. Grammar the present participle ing form spelling rules قوانین اسپلینگ. خب این فعلا هیچ اتفاقی نمیفته وقتی ing فرم اضافه میشه. بیس فرم شکل سادهش این هست. present participleش این هست. talk talking, read reading, watching. اما در این موارد ای هست میشه و ing فرم اضافه میشه. بیس فرم making present participleش making میشه. taking coming ای هست میشه و ing فرم اضافه میشه. خب چرا این اتفاق میفته؟ هرگاه انتهای فعل یک حرف ای بود که سایلنت بود، یعنی تلفظ نمیشد، حذفش میکنیم و ing فرم رو اضافه میکنیم. این قاعده در مورد بی به معنی بودن یا در مورد سی به معنی دیدن اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه ای در انتهای فعل سی و بی تلفظ میشه. اینجا چون تلفظ نمیشه حذفش میکنیم و ing فرم رو اضافه میکنیم. Remember shop, shopping, getting, putting. چرا اینها دابل شد؟ هرگاه یک فعلی سه حرف آخرش consonant, vowel, consonant بود، سه حرف آخرش consonant, vowel, consonant. صامت، مصوت، صامت بود، بهش میگیم CVC, consonant, vowel, consonant. اون حرف آخر رو باید دابل کنید. consonant, vowel, consonant. T دابل شد. consonant, vowel, consonant. T دابل شد. این قانونه. یه بحث دیگه هم داره، یعنی یه ریزه‌کاری دیگه هم داره و اون این که باید فعل یک هجایی باشه. put, get, shop. حالا در مورد فعل‌های دو هجایی چه اتفاقی میفته؟ بعداً راجع بهش صحبت میکنیم، چون تو بحث‌های گرامر فایل‌های جلوترمون حتما داریم. خب تمرین 5 صفحه 75 رو انجام بدید. تمرین ساده‌ای هست، خیلی سریع انجام بدید. خب
reading اتفاق نیفتاد. write ای حذف شد به خاطر اینکه ای تلفظ نمیشد. ing فرم اضافه شد. washing اتفاق نیفتاد. going هیچ اتفاق نیفتاد. driving ای حذف شد چون تلفظ نمیشد. get up شد getting up. double t شد به خاطر vowel consonant vowel consonant. خب موضوع آخر این بحث موضوع بسیار مهمی هست. صفحه 76 میخوام یه جنبه دیگه ای از حال استمراری رو با هم صحبت بکنیم. The present continuous with present and future time expressions. حال استمراری با time expression های یعنی عبارت های زمانی یعنی قیدهای زمان آینده و حال. یکی از کاربردهای حال استمراری برای آینده نزدیک قطعی برنامه‌ریزی شده است. خیلی جالبه که ما در فارسی هم دقیقاً همین رو داریم. مثلا میگیم که فردا دارم میرم شیراز. دارم میرم حال استمراریه ولی برای فردا استفاده میشه. یعنی اینکه فردا برنامه شیراز رفتن من قطعیه و احتمال اینکه کنسل بشه نزدیک به صفره. بلیطمو گرفتم، آماده شدم و اینکه این آینده نزدیکه. خب ما نمیگیم مثلا 10 سال دیگه من دارم مثلا فیزیک میخونم. نمیشه که همچین چیزی ممکن نیست. ما اصلا هیچ موقع حال استمراری به معنای آینده برای آینده دور استفاده نمیکنیم. یه بار دیگه میگم حال استمراری مثل فارسی برای آینده نزدیک قطعی برنامه‌ریزی شده استفاده میشه. Actions in the present اون عملهایی که برای زمان حال ساده هستن برای زمان حال هستن. Are you watching TV right now? الان داری تلویزیون تماشا میکنی. این قید این time expression برای زمان حال بود. I'm not studying English this year. امسال این قید زمان حال برای این مورد بود. امسال من انگلیسی نمیخوانم. در حال مطالعه انگلیسی نیستم. She's working at home this week. این هفته داره خونه کار میکنه. This week میشه present time expression. حالا بحث آینده چی؟ نکته که اولش گفتم اینجا بحثش مطرح شد. I'm buying shoes tomorrow. فردا دارم کفش میخرم. حالا ما شاید دقیقاً عین همین buy رو برای حال استمراری استفاده نکنیم. میگیم فردا قراره که کفش بخرم. یا میگیم فردا دارم میرم کفش بخرم. این در واقع از فعل میرم استفاده میکنم. دارم میرم استفاده میکنم. They're cleaning the house on Friday. اونا دارن خونه رو جمعه تمیز میکنن. Not today. نه امروز. پس برنامه برای آینده نزدیک هست. برنامه‌اش هم قطعی هستش. Janet's meeting Bill at 5 this afternoon. جنت داره با بیل ملاقات میکنه ساعت 5 this afternoon. امروز بعد از ظهر. در واقع جنت داره میبینه داره به دیدار بیل میره ساعت 5. خب تمرین بعدی همون صفحه 76 تمرین 3 تمرین بسیار مهمیه. وقت زیادی نیاز دارید برای انجام این تمرین. من یه زمان کوتاهی بهتون میدم بعد شروع میکنیم با هم چک کردن مثل روال گذشته. منتها اگر که نرسیده بودید تمام بکنید پاز بکنید ویدیو رو و بعد توجیهات رو و تفسیرها رو گوش بکنید. خیلی با دقت بخونید این تمرین رو. صورت سوال رو بخونید و اون نوت های یا لیست کارهایی که ماریسا باید انجام بده رو با دقت بخونید تا بتونید تمرین رو انجام بدید. خب اگر که تمام نکردید ویدیو رو پاز بکنید و بعد دوباره استارت بزنید و توجیهات رو گوش کنید. خب قبل از اینکه من تمرین رو انجام بدم که میگه read Marisa Miller's date book. دیت بوک کتاب تاریخ یا در واقع همون لیست کارهایی که باید انجام بده اون نوتش رو
for this week برای این هفته بخونید. Then complete the paragraph. این پاراگراف رو کامل کنید. Use the present continuous از حال استمراری استفاده کنید. خب قبل از این بریم این در واقع لیست کارهاش رو، این دیت بوکش رو نگاه بکنیم ببینیم مثلا منظورش چی بوده. خب میگه که 12 شنبه، دوشنبه 11 meet mom for lunch at the mall. برو مرکز خرید برای نهار با مادر باش. ساعت 1 تا 5 برو سر کار. 13 در واقع فردا از ساعت 5 به دیدن سندی برو در سیتی بوک استور. و 14 چهارشنبه سر کار و بعد call dad، تماس بگیر با بابا که محل کارش هست ساعت 1، این هم شماره تلفنش. و 15 پنجشنبه لباسا رو بشور، do the laundry, go to Chinese class at 3:30 ساعت 3:30 برو کلاس چینی. meet James at Rossini's restaurant، به دیدن جیمز برو در رستوران راسینی. و 16 از ساعت 9 تا 12 سر کار. 6 take the bus to Colin's house، با اتوبوس برو به خانه کالینز. make dinner with Colin، با کالین شام درست کنید با هم. Saturday شنبه 17 9 exercise in the park with Sarah، توی پارک با سارا ورزش کنید. 7 go to the concert with Scott، ساعت 7 با اسکات با هم برید کنسرت. و شنبه 18 study for driving test، امتحان رانندگی داری درس بخون براش. و clean the kitchen، آشپزخونه رو تمیز کن. حالا ببینیم که اینجا چه اتفاقی افتاده. خب today is Monday, Friday 12th، امروز دوشنبه است، February 12th، 12 فوریه. Marisa is meeting her mom at the mall. مریسا داره میره به دیدن مادرش در مرکز خرید. آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده. And she's working، و داره کار هم میکنه، یعنی قرار است کار بکنه. ما این رو در فارسی، این فعل کار کردن رو در فارسی در حال استمراری استفاده نمی کنیم. میگیم قرار است بهش اضافه میکنیم. Tomorrow she's working، فردا داره کار میکنه، فردا داره میره سر کار. And at 5:30 she's meeting Sandy at the city bookstore. ساعت 5:30 هم به ملاقات سندی میره در سیتی بوک استور. The day after tomorrow، پس فردا. The day after tomorrow میشه پس فردا. She's working، داره کار میکنه. And she's calling her dad، و داره تماس میگیره، یعنی قرار است که تماس بگیرد با پدرش at 1 ساعت 1. Then on Thursday morning، پنجشنبه صبح، she is doing laundry، داره laundry داره رخت میشوره. At 3:30 she's going to Chinese class، داره میره کلاس چینی، قرار است که برد. And later، و بعداً she's meeting her brother James، داره ملاقات میکنه، به دیدن ملاقات برادرش جیمز میرود. At Rossini's restaurant، در رستوران راسینی. On Friday Marisa is working from 9 to 12. جمعه مریسا داره کار میکنه از 9 تا 12، در حال کار کردن خواهد بود جمعه. And after work، بعد از کار، she is taking the bus to Colin's house، داره با اتوبوس میره به خانه کالین، قراره که با اتوبوس بره به خانه کالین. Colin and Marisa are making dinner together، قرار است که با هم شام درست کنن. Finally the weekend، آخر هفته. On Saturday، شنبه، Marisa is exercising، قرار است که ورزش کند. In the park with Sarah، در پارک با سارا. That evening، غروبش، she's going to a concert with Scott، داره میره کنسرت با اسکات. On Sunday she's doing 2 important things، یک شنبه 2 تا کار مهم داره انجام میده، قرار 2 تا کار مهم انجام بده. She's studying for the driving test، for her driving test، داره درس میخونه، قراره که درس بخونه برای امتحان رانندگیش. And after that، و بعد از اون، she's cleaning the kitchen،
قرار است که تمیز بکند کیچن را، آشپزخانه را. بسیار خوب، این از بحث امروز خستتون کردم. یه خورده بحثمون طولانی بود. فایل بعدی که فایل 10 باشه قرار راجع به how many و how much صحبت بکنیم. اسامی شمردنی countable و ناشمردنی uncountable رو صحبت بکنیم و تفاوت حال ساده و حال استمراری رو بگیم. خب، حال استمراری یاد گرفتید. برای اینکه حال استمراری بهتر تو ذهنتون بمونه، هر کدومتون یک جمله توی کامنت با حال استمراری برای من ارسال بکنید. اصلا کار سختی نیست، نمیخوام به جملات پیچیده فکر بکنید. میخوام فقط همین ساختار رو بتونید تمرین ساده‌ای داشته باشید. حالا که یاد گرفتید، لایک کنید، شیر بکنید و کانال من رو اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.